دنیای ببر درنده ترین حیوان وحشی. این حیوان پس از یک دوره حاملگی به مدت 16 هفته طولش را به دنیا می آورد که معمولا شامل 3 یا 4 طول است. در این ویدیو ما صحنه هایی از زایمان ببرها را برایتان تهیه کرده ایم. با واژه تیوی همراه باشید. در انتظار تولد مادر باردار توله هایی را به دنیا می آورد که باید در یک جای منزوی باشد، یعنی محفوظ از سایر شکارچیان و از آب و هوای نامناسب. شناسایی یک ببر باردار دشوار است، زیرا آنها 10 یا 12 روز آخر بارداری شروع به نشان دادن برآمدگی نمی کنند. ببر تا حدی اکثر می تواند 7 توله به دنیا بیاورد، اما به ندرت زنده می ماند، اما میانگین آن 3 توله است. توله های ببر کور به دنیا می آیند و کاملا با مادرشان وابسته هستند. توله های ببر تازه متولد شده بین 785 تا 1610 گرم وزن دارند. چشمان نوشیدن و شکار رها می کنند. ببرها برای چند روز اول پس از توله نزدیک به 70% از وقت خود را صرف مراقبت از توله های خود می کنند و کم کم کاهش می یابد و در نهایت به حال خودش رها می کند. توله های ببر در سن 4 ماهگی به اندازه یک سگ متوسط قرار دارند و روز خود را صرف بازی، گشت و گذار و کشتی با خواهر و برادر می کنند. توله های ببر تا 6 ماهگی از مادرانشان شیر می گیرند. با این حال آنها هنوز به طعمه هایی که مادران برایشان تهیه می کنند وابسته‌اند. توله های ببر بین 8 تا 10 ماهگی با مادر و خواهر و برادر خود شروع به شکار می کنند. آنها دوره آموزش را پشت سر می گذرانند. این بود جالب ترین صحنه های دنیای وحشی ببرها. امیدوارم خوشتان آمده باشد. تا ویدیوی دیگر خدا یار و نگهدارتان.